پس این جوانان ایران شهر، این عزیزان ما اگر گرگ بیتگن به خاطر این جرما که آیانا دفاع از دختر ستم دیده مسلمان بلوچ کتا، اگر به این جرما قرار یکی دستگیر کنگ بی گوڑا اولا بیاین دستبندا در دست عبدالغفار بجنه که من هم این بحثا با قدرت بیان کنم و اگر قرار بی که یکی به خاطر دفاع از خواهر مسلمان بلوچ کشک بی اولین اعدامی باید عبدالغفار بید. به خدا قسم شما شر زانید سروران که بازی مردمی، بازی جوانی چه بلوچان کشک بیتا و ما به خاطر کشگا ای پیمی موضع گیری نکتا. سینه های قبرستان ما پر از جوانان غیوره، اما ای پیمی موضع گیری ما نکتا. ما کشک ببین، بلوچ کشک ببین، اما بلوچ غیرت زیر سوال مرود. حد که حرمت مبی بلوچ ها. اشیا لحاظا ملت بلوچ صبر کتو نکند. ما را تقاضا هست که عبدالله بزرگزاده باید آزاد کنه بی و شاه بلوچ که اشعاری برای دفاع از این خواهر مظلوما گوشتگی آزاد کنه بید. پرچی سروران، من از روی دلسوزی شما را گوشو ای مسئولین، شما مروچی تهمت جنگ بی اتقو مواضع التهم، از موضع تهمت پرهیز کنید. چون عبدالله بزرگزاده برادر آقای حبیب الله سربازی که در خارج کشوره، اگر به خاطر این تهمت جنگ بید، چون تماما ذهن رو همینه مگا که عبدالله به خاطر تصفیه حساب برادر آتیگا گرگ بیده، لحاظا اگر به خاطر ابراز احساسات گرگ بیده که تمام جوانان ابراز احساسات کتا و ما تمام بلوچ این ابراز احساسات ها کنگاهی، اگر این جرمی پس ما درستان جرم کتا مجرمی، وگرنه باید آزاد کنگ ببند. تمام عزیزان ما و ذهن ما به یک سمت و سوی دیگری سوقده یک مبید. این فاجعه در ایران شهر به وجودات کگد چه همین نکته یا شر بزانن که ملت بلوچ با حیا و با غیرتی. وقتی که یکی از متهمین از قوم بلوچ تجاوزی کتگد، خانواده یا قوتی دستان آرتو تحویل داد. پرچی تحویلش داد؟ اگر دیگری بیتیم باری آرتی یا نه؟ ملت بلوچی چوکش جگرگوشش تحویل شما داد که شما قانون و شرع خدایا اجرا بکنید، اما دختر مسلمان عزت جست چه آیانی فرزندا کنک ببید. پرچی کاری کته؟ پس ملت بلوچ ملت با حیا، ملت با غیرت و ملتی این که وقتی غیرت جستای کند. پس ما را تقاضا هست که این عزیزان ما آزاد کنند به منچ زندانانی تها و ما را انتظار هست که این جریانا، این فاجعه‌ای که در ایران شهر به وجود آد که همه پیما که به دختران فارس و خواهران فارس ما تجاوز کنگ بی و این پرونده شما سریعا جمع کو، پرونده ایران شهر را هم با سرعت تمام جمع بکنن.